سلام خدمت مسئولان محترم. میخواستم بگویم الان آب تو افغانستان هست. طالبان میگفتن اگر آب باشد ما به سیستان میدهیم چون برادر ما هست. الان میخواهم بگویم الان که آب هست، آب از سر صدا سرازیر است. چرا الان حق آب سیستان را، حق آب سیستان را نمیگیرید؟ چرا الان سیستان داره در حال مردن است؟ طوفان و شن و گرد و خاک، بعد اون گرمای تابستان مردم را روز به روز خانه نشین می کند و سرفه های شدید به مردم بروز کرده و همکنون مردم روز به روز مریض و مریضتر می شوند. میخواستم بگویم آقای فرمانداران، آقای استانداران، آقای بخشداران چرا نشستید؟ آقای نماینده چرا اونجا نشستی شما؟ چرا الان نمیرید حقابه سیستان را نمیگیرید؟ ما یک ایرانیم. الان چرا آب ما را نمیتوانی شما بگیرید؟ الان که آب است، آب اینقدر زیاده است که همه جا توی افغانستان رها شده، سرریزش برای ما اومده. میخواستم این را بگویم، این آبی که اومده سرریز است، حق ما را چرا نمیگیرید؟ ما مردمان سیستان منتظریم که کی شما حق آب سیستان را بگیرید، تا که ما اینجوری نگاه کنیم که شما یک فکر بکنید. آقای نماینده چرا الان حق آب سیستان را نمیگیرید شما؟ آقای فرماندار، آقای استاندار، آقای بخشدار چرا پشت میز نشستید به فکر مردم سیستان نیستید؟ الان حق آب سیستان را بگیرید. الان مثل گنجش تو دست شمایه، نذارید رها بشه. خدا حافظ.